سلام دوستا، خوش آمدین به چینلم. امروز خواستم که درباره پروتئین وی گپ بزنم. البته پروتئین وی از خاطر میگم که در بازار فعلا زیادتر پروتئینا که پیدا میشه پروتئین وی است و از خاطر پروتئین وی را انتخاب کردم که بگویم و دربارهش گپ بزنم. البته چند فیصدش پروتئین کیسین است که خاطر مردم فعلا استفادهش نمیکنن از خاطر کوالیتی وی یا وی 100% یا وی ایسولیت کلش پروتئین وی گفته میشه بهترین است. خب طریق استفادهش 30 گرم تا 50 گرم بعد از تمرین و صبحی چی پیش از چای صبح چی بعد از چای صبح میتونین که استفاده کنین. همین رقم 30 تا 50 گرم طریق رقم بفهمین که بالای بدنتان خوب تاثیر کرده یا تاثیر خوب نکرده. این طریق میفهمین که سیستم هاضمه بدنتان که مثال دلدردی یا کدام مشکلات سیستم هاضمه اگر پیدا کنین میفهمین که بالای بدنتان صحیح کار نمیکنه. خدا کنه ویدیو خوشتون آمده باشه.